خبر و گزارش‌ها را از تاجیکستان و دیگر کشورهای جهان در برنامه اخباری آزادی پیشکش می‌کنیم. سلام بیننده گرامی، من مومین احمدی گرداننده برنامه روزی 23 سپتامبر هستم. به سرخط خبرها توجه کنید. حمله به کراکوس زندگی مهاجران تاجیک را در روسیه تلخ کرد. آنهایی که برگشتند در وطن کار می‌کنند و شماره‌شان زیادتر می‌شود. حجت دارند. آنها را هم پرویرکه کردند، آنها را هم دپورتاسیون کردند، آنها را هم ودبرین کردند. در زنازانی در مسکو یک جوان که در اوکراین جنگ کرده بود کشته و یک تن دیگر مجروح شده است. دنغره مرکز ولایت ختلان می شود. ساختمان بیناهای معموری در این ناحیه افزایش یافته است. ناحیه دنغره همچون مرکز ولایت، من شخصا همچون رئیس ناحیه دنغره نمیتونم چون که یکم حجت ندارم. همه روزه ده ها مهاجر تاجیک از روسیه به تاجیکستان اخراج می شوند. مقامات و حامیان حقوق می گویند امسال اخراج مهاجران تاجیک از روسیه در قیاس به سالهای دیگر بیشتر بود. پس از حمله به تالار کنسرتی کراکوس که مقامات روس از گمانبران شهروندی تاجیکستان نام بردند، فشار و اذیت و اخراج مهاجران افزایش یافت. مهاجرانی که از روسیه برگشتند در وطن به چی کار مشغولند؟ همکارم محمود جان رحمتزاده از ختلان گزارش می‌دهد. پس از حمله به کراکوس سیتی هال نزدیک مسکو، عذاب و شکنجه هزارها مهاجر تاجیک در قلمرو روسیه سخت‌تر شد. بعضی مهاجران از ترس پلیس روس به تاجیکستان فرار کردند و دیگران را اخراج نمودند. سینا سعیدوف 40 ساله ساکن ناحیه شهر توس که در شهر سمر روسیه ساختمانچی بود، بعد از حادثه ماه مارس در مسکو با فشار و تعقیب شدید روبرو شد. 2 ماه پیش او را برای 10 سال از روسیه دیپورت کردند، ولی سبب دیپورت را به او نفهماندند. حالا این مهاجری دیپورت شده در شهر باختر همان کاری را که در سمر میکرد با معاش کمتر انجام میدهد. 4 سال استوایی میکنم، همینجا استوایی میکنم. دیپورت میکردم 10 ساله 2008 رفتم 13 سال رسیدم شهر سمر دیپورت میکردم. در ماه‌های اخیر اخراج مهاجران در فرودگاه‌ها و مرزها هنگام ورود به روسیه بیشتر شده است. مهاجران میگویند که حالا مقامات روس به قانون، درستی حجت‌های مهاجران و دانستن زبان روسی اهمیت نمی‌دهند. شادمانبک حضرتوف مهاجری سابق از شهر باختر درباره مشاهده و شنیده‌هایش چنین نقل کرد. حجت دارند. آنها را هم پرویرکه کردند، آنها را هم دپورتاسیون کردند، آنها را هم ودبرین کردند، آنها را هم برده در حبس معموری موقتا جایگیر کردگیان. همه حجتاشون هستند. آدمایی که حجت نداشته باشند میبرند یک 10 روز 15 روز یا 20 روز یا زیاده یا کمتر در همون حبسایی که وای میگن اسپیتسپریام میگن همونجا دستگیر میکنن، بعدا به دولت روی میکنن. طبق معلومات رسمی از فرودگاه شهر باختر، هر هفته مهاجران دیپورت شده توسط این خطر به وطن برمیگردند، ولی آمار دقیق افشا نشده است. تنها در 3 ماه توسط 2 فرودگاه ختلان بیش از 3000 مهاجر دیپورت شده وارد کشور شدند. بر اساس خبر آژانسی هوانوردی در 6 ماه اخیر از فرودگاه‌های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج شده‌اند. برنامه را با گزارش دیگری از زندگی مهاجران در روسیه ادامه می‌دهیم. در زنازانی با مهاجران در روسیه یک سابقه دار جنگ اوکراین کشته و دومی زخمی شده است. در رابطه با این قضیه 3 قرقیزستانی بازداشت شدند. نزدیکان مهاجران میگویند با آنها با کارت حمله شد و مهاجران فقط می‌خواستند خود را حمایت کنند. زرنگیز نوروز شاه گزارش دارد. ماه ایون امسال یک مهاجر 30 ساله قرقیز در نزدیکی متروی توشینه مسکو سمبوسخانه کشد. مادر این جوان سلقینای ستار و آن روز را که با فاجعه انجامید به یاد آورده گفت در میان مهمانان زیاد افرادی هم بودند که مهاجران را بد می‌دیدند و بهانه جنجال می‌جستند. 2 مرد مست آمده در پیش چشم کودکان ما را تحقیر کردند. ما به مهمانان خدمت می‌کردیم. آنها به ما گفتند که پناه خلی و با صدای بلند دشنام دادند. سمبوسخانه از پسر من است. وی همه را به درون دعوت کرده به مهمانان گفت که با آدمان مست اهمیت ندهند. نمیدونم چطور در یک لحظه این واقعه رخ داد، ولی یکی از آن مردان پسر مرا برداشته به زمین زد. زن و زنی سر شد. به قول این زن حملگران پسری او کار داشتند.
тавре баъд маълум шуд онҳо шаҳрвандони русия Николай Сергееви 38 сола ва Максим Мухини 34 сола ширкатдорони ҷанги Украина буданд. як ҳафта қабл аз ин моҷаро ҳарду барои дубора ба ҷанг рафтан бо вазорати дифоъ қарордоди нав бастанд. дар ин занозанӣ Сергеев ба ҳалокат расид ва Мухин бистарӣ шуд. Майсалбек Абрасул Улу бо бародараш Сидиқбек ва дӯсташ Дамир Бароталиев боздошт шуданд. расонаҳои Русия навиштанд ки муҳоҷирон ин ду мардро гӯё барои либоси низомиашон латтукуб кардаанд. наздикони муҳоҷирон ин иддаоро рад мекунанд. Мухин баёнот дод ки вай гӯё дӯсташро танҳо монда ба мағоза рафт ва вақте баргашт дид ки ӯро издиҳоми муҳоҷирон мезаданд. вале ин тавр нест. ҳар ду ҳамон ҷо буданд ва маҳз онҳо бо курд таҳдид мекарданд. ман ба вакили дифоъ гуфтам ки таваҷҷӯҳи мақомоти тафтишотиро ба ин масъала ҷалб кунад. пайвандони муҳоҷирони боздоштшуда мегӯянд муфаттишон зоҳиран онҳоро айбдор кардан мехоҳанд. ба иддаои онҳо пулиси Москав ҳатто кӯшиш надорад ки тамоми ҷузъиёти ҳодисаро таҳқиқ кунад. баръакс дар боздоштгоҳи муваққатӣ талош доранд онҳоро ба ҷанги Украина баранд. ман намедонам кӣ мехоҳад онҳоро ба ҷанг барад, вале медонам ки агар писаронам розӣ шаванд, онҳо ваъда доданд ки иҷоза медиҳанд чанд рӯз бо хонаводаашон бошанд. баъд онҳоро барои тамрин ва омодагӣ ба ҷанг мебаранд. ман аз фарзандонам хоҳиш кардам ки ба ин розӣ нашаванд, ба ҷанг нараванд. талоши оилаи Сатторовҳо барои таҳқиқи одилонаи ҳодиса ҳанӯз натиҷа надодааст. онҳо барои кӯмак ба ҳукумати Қирғизистон муроҷиат карданд. модари муҳоҷирони боздоштшуда аз он нигарон аст ки агар писаронашро ба ҷанг баранд, ӯ дигар ҳаргиз онҳоро зинда нахоҳад дид. در شهر ژنو این روزها جلسه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ادامه دارد که با آن یک گزارش درباره تاجیکستان هم پیشنهاد شده است. گزارش یک کمیته سازمان ملل که گفته است حکومت تاجیکستان چندان میل ندارد سرنوشت ناپدید شدگان در زمان جنگ داخلی را معلوم کند. این زمان دایر به ادامه ناپدید شوی مخالفان دولت هم سخن رفته است. همکارم خیرامان بقازاده این موضوع رو پیگیری کرد و در استودیو با ماست. خیرامان، اول از جزئیات گزارش با ما میگفتید. بله مومن، گروه کاری سازمان ملل اوید به ناپدیدشوی‌های غیر اختیاری و یا مجبوری 4 سال پیش به حکومت توصیه داده بود که نشانه هزاران نفری بینام و بیدرک شده در زمان جنگ داخلی در تاجیکستان را پیدا کند و بازمانده‌های آنها را به عزیزانشان برگرداند. به گفته مؤلفان گزارش، حکومت تاجیکستان برای اجرای این توصیه و دیگر طلب‌های سازمان ملل هیچ کاری چشمگیری نکرده است و این چیز از نظر این سازمان ناامید کننده نامیده شده است. در زمان جنگ داخلی که از سال 1992 تا 97 ادامه کرد، ده‌ها هزار نفر کشته شدند و هزاران نفر هم به نام و نشان گردیدند. استیو سوردلوف، یک محقق، این مسئله را پرسیدیم چرا به فکر او حکومت تاجیکستان میل ندارد سرنوشت به نشان شدگان زمان جنگ داخلی را معلوم کند؟ عهده‌داری اساسی و حتی کلیدی هر کشور از روی قانون بین المللی این است که تحقیق و جستجوی ناپدید شده ها را به راه ماند. چرا به نظر من رئیس جمهور به این کار دست نمیزند؟ چرا به نظر من پرزیدنت رحمان به این کار دست نمیزند؟ چون که باز کردن این صحیفه خونین و مرکب تاریخ تاجیکستان به آبرویی که رژیم خودکامه اساسگذار صلح، پیشوای ملی و پیشوای وحدت ملی برای او میسازند ضربه میزند. اقدام در این سمت معنای آن را خواهد داشت که باید مرحله‌های بسیار مشکلی تاریخ تاجیکستان بازبینی شوند و حتما سوال‌های ناراحت کننده و حساس را برای مقامات به وجود میارند. خیرامان، گروه سازمان ملل درباره ناپدید شوی ها در سالهای اخیر چی گفته است؟
در گزارش به این مسئله هم اشاره شده است و کارشناسان سازمان ملل گفتند که ظهورات مذکور و از جمله استردادهای خودسرانه به تاجیکستان یک مشکل باقی میماند. سازمان‌های دیگری حامی حقوق هم حکومت را برای این کار و بخصوص برای به کشور آوردن مخالفان تنقید می‌کنند. در 2-3 سال گذشته ده‌ها شهروندان تاجیکستان به خصوص از مخالفان و منتقدان حکومت در روسیه، ترکیه، بلاروس ناپدید شدند. بعضی‌ها را بعداً در دوشنبه پیدا کردند. در این باره عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی هم با ما صحبت کرد. 10 سال قبل یکی از فعالان سیاسی احسان آدینایف، برادر فعال سیاسی و اسدین آدینایف دست کشوری روسیه ناپدید شد. الکترس از شهر سنت پترزبورگ تا حال کسی دربارش چیز اطلاعات ندارد که در کجا قرار دارد، زنده است و یا در قید حیات هست و یا نیست. هیچ کس اطلاعاتی ندارد نزدیکانش. محمد صابری عبدالقهار نماینده سازمان گروه 24 هم میگوید با این راه مقامات میخواهند به دیگر اندیشان و منتقدان دیگر بگویند که خاموش باشند. باید حکومت دیگر اندیشان و کسی که با این حکومت راضی نیست با اونا یک میسیج بدهند که ببینید که کسی بر ضد ما مبارزه میبرد و بر ضد ما صحبت میکند. پس از ربوده شدن شما کسی از شما آگاه نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان در این زمینه میگویند هر فردی که از خارج برای جوابگری به کشور آورده شده است به جنایت متهم می شود و باید جزا بگیرد. تشکر. همکارم خیرامان بقازاده بود با خلاصه گزارشی سازمان ملل درباره ناپدید شدگان در تاجیکستان. در دنغره زادگاه پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بیناهای معموری افزایش یافته است. چند سال خبری نشر شده بود که احتمال دنغره مرکز ولایت ختلان شود. در مطبوعات هم پیشنهاد شده بود که از نگاه جغرافی دنغره بهترین مرکز معموری برای ولایت ختلان است. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. کوچه مرکزی ناحیه دنغره. این کوچه باید بازسازی و با طلبات شهرک مطابق کرده شود. در این کوچه ساختمان بیناهای مهم و معموری در جریان است. دانشگاه دولتی دنغره، دانشگاه طبی ختلان، اداره‌های دادستانی، پلیس و دادگاه در همین کوچه جایگیر میباشند. رئیس ناحیه دنغره سیجاودین سلامزاده اظهار داشت که نقشه گنرالی بازسازی کوچه به پالاتای بالای پارلمان فرستاده شد. این نقشه را رستم امامعلی رئیس پالاتای بالای پارلمان تصدیق و امضا کرده است. در اساس نقشه گنرالی از جمله مرکز ناحیه دنغره ما نقشه مفصلی از درآمدگاه خوشه گندم تا چه مرکزی که با واسطه بازار مرکزی بارآمده سمت کلوب می رود، منطقه کلوب ما نقشه مفصلش تصدیق کردیم. بر اساس نقشه نو در کوچه مرکزی دنغره بیناهای بسیار طبقه به نقشه گرفته شدند. در دوام 2 سال آینده باید خانه‌های زمینی برداشته شده، خانه‌های بلند آشیانه ساخته شوند. ما 172 تا بیناهای بلند آشیانه فقط استقامتی به نقشه گرفتگی در این جایی که من نمبر کردم. تصدیق نقشه گنرالی برای کوچه مرکزی دنغره در حالی است که چند سال باز بحث‌ها درباره تبدیل یافتن دنغره به مرکز ولایت ادامه دارد. رئیس ناحیه گفت که از جریان تبدیل یافتن دنغره به مرکز ولایت آگاه نیست، ولی او قید کرد که در شرق ناحیه برای ساختمان بیناهای معموری زمین جدا شده است. اعلام کردن مرکز ناحیه دنغره همچون مرکز ولایت من شخصا همچون رئیس ناحیه دنغره گفتن نمیتونم چون که یکم حجت ندارم. ناحیه دنغره در سالهای 30 عصر گذشته بنیاد شده است و در ترکیب ولایت سابق کلاباد. حالا این ناحیه یک قسم ولایت ختلان است و زادگاه پرزیدنت و بسیاری از اعضای حکومت می باشد. توجه به دنغره از همین جا سرچشمه می گیرد. در ناحیه دانشگاه دولتی و دانشگاه طبی ختلان جایگیرند. مقامداران دنغره خواهش تبدیل یافتن آن را به شهر و مرکزی معموری ولایت دارند. آنها در صحبت‌های خصوصی نیز میگویند که ساختمان انشاءات‌ها به تبدیل دنغره به شهر زمینه می‌گذارد.
سپاس که تا پایان برنامه با ما بودید. خبرهای بیشتر در وبسایت azadi.org و در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، شبکه ایکس و تلگرام و یوتیوب و تیک تاک نشر می شوند. اگر شما هم خبری دارید لطفاً با ما بفرستید، تحقیق میکنیم، اگر درست بود نشر میکنیم. خدا نگهدار.